من یه سمت مرغا که سرخ شد برش گردوندم که یه مقدار دیگه اون طرفش سرخ بشه و تفت بخوره و در همین حینم پیازا رو بهش اضافه کردم. پیازا سلیقه‌ایه، اگر پیاز درشت‌تر دوست دارید می‌تونید پیاز خلالی بریزین داخلش، اگر نه که میتونید مثل من ریزبند کنید. گفتم ما خونمون خیلی بدغذا هستن، به خاطر همین مجبوریم یه مقدار تغییر بدیم دیگه. تو هر خونه با سلیقه اون خونه باید غذا درست بشه. من یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنم، بعد زعفرونم میخوام بریزم، ولی باز با این حال زردچوبه رو اضافه میکنم. همچنین میتونید زعفرونم نزنید، ولی من میخوام اضافه کنم بهش. نمکشم میزنم. من الان به این حد که رسید آب پرتقال طبیعی که گرفتیم رو میخوام اضافه کنم، ولی به خاطر اینکه پالمایی که توش هست، پالپایی که توش هست و نمیخوام بره داخلش که وقت تلخش نکنه، از صافی ردش میکنم. ما چون بچه ها سسش هم دوست دارن روی پلو داشته باشیم بیشتر میریزم، هم میپسه، همین که یه مقدار سس هم داشته باشیم. الان زعفرونم میریزم بهش. در آخر باز هم اگر نیاز شد زعفرون اضافه میکنم. و میره بپزه و جا بیفته. بریم که نتیجه مرغ پرتقالیمون رو ببینیم. این هم نتیجه و حسابی جا افتاده. الان البته توی فیلم یه مقدار تیره هست که اینجوری اصلا نیست. شما میتونید توی آب پرتقالی که دارید میریزید اگر ترش بود یه مقدار شکر، اگر دوست داشتید که شیرین تر باشه، اگر نه نارنج یا آب لیمو استفاده کنید. ولی ما همون آب پرتقالی که شیرین بود رو استفاده کردیم. اگر دوست داشتید منو حمایت کنید، ساب و لایک هم یادتون نره. ممنونم.